با درود خدمت همراهان، در این ویدیو پادکست در مورد تنظیم پیچ هوای کاربراتور صحبت خواهم کرد. امیدوارم مفید واقع بشه. غلظت اکسیژن و فشار هوا وابسته به شرایطی از جمله ارتفاع سطح دریا و دمای محیط میباشد. بنابراین در موتورهای 4 زمانه و 2 زمانه که از سیستم کاربراتور استفاده میکنند، این میزان هوای ورودی به کاربراتور و موتور باید در حالت بهینه باشد تا موتورسیکلت به بهترین حالت ممکن کار کند. در حالتی که کاربراتور فابریک باشد و اجزای داخلی آن دچار خرابی و مشکل نباشد، به این صورت عمل میکنیم. ابتدا موتور را روشن کرده و بعد از 2 الی 3 دقیقه کار کردن، وقتی که موتور گرم شد، پیچ دور در جای کاربراتور را کمی می‌بندیم تا دور موتور کمی افزایش پیدا کند. سپس پیچ هوای کاربراتور را می‌بندیم کامل. در این حالت موتور خفه کار می‌کند و شروع می‌کند به ریپ زدن و خاموش شدن. در این حالت به صورت نیم دور پیچ هوا را به آرامی باز می‌کنیم و در هر نیم دور باز کردن 2 الی 3 ثانیه مکس می‌کنیم. سپس نیم دور دیگر باز می‌کنیم تا دور موتور افزایش پیدا کند و موتور به صورت منظم کار کند. سپس پیچ درجا کار کردن را کمی باز می‌کنیم تا دور موتور کاهش یابد و به حالت استاندارد قرار بگیرد.